آماده شدن را فراموش نکنید. این داماد عروس امشبرم طبق سنت های پیغمبر انشاءالله کار کنن. امشب بدی خدا خواهد زیر چادر میدرایند 2 رکعتی نماز خوانند، نماز وصال 2 رکعتی نماز خوانند انشاءالله. خدا خواهد از الله بزرگوار خدا خواهد محبت شونه فرزندهای صالح و صالحه خداوند کرامت کردنش از الله پرسن انشاءالله. خدا خواهد خدا میتید اگر ما حلقمو پاک باشد خدا خواهد انشاءالله ابو بکر میرویننده شما اگر زنم پاک باشد مردم پاک باشد زواد کدی خدا خواهد فابریکه تازه باشد. زنک زمین است عزیزان من مثل زمین حاصل میتید لیکن اگر خدا خواهد انشاءالله حلقش حرام باشد از وی چی میروید؟ حلقش پاک مثل عزیزا میگرفتن 10 و 20 روز و 40 روز خدا خواهد چکار میکردن؟ حلقکاش پاک میکردن انشاءالله. خدا تایی که چی گیرن یک مثل خدا خواهد امام بخاری فرزند میدان. امام بخاری پدر و مادرش انشاءالله عالم بود. مادر داشت که ما شما نماز تهجد نمیخونی. من اکثر تا میدانم خدا خواهد اولیا میگیرید که نماز ساعت 1 خسته عبادت نمیکنی. حضرت خدا خواهد امام بخاری مادرش به طهارت امام بخاری شیر نمیداد. به طهارت زنه ما شما طهارت میکنه خدا خواهد دستش هم نمیشوه خوش میخزه با بیچوره میشپش نمونده خورام نمردی خلاص شد اقل دست شفتن سنته امون دست وال طهارت چمون خدا خواهد انشاءالله. اگر طهارت کتی تیاد انشاءالله خدا خواهد و جوانی خدا خواهد مثل ابابکر میشود. از کودک زبانش به نام الله میکشاید نکشد تو درود گو. من در 93 سال بود 94 والله علم در خدا خواهد ازبکستان کنکورس قرآنی شد. اندیجان انده یک کودک برآوردن بینین کودک ماید یک بزرگ قده سادیانش از الحمد تا علم ترکه و خونده است الحمدلله بینین ولی زبانش اکک شاید است. وقتی که پدرش خدا خواهد در صحبت تکلیف کردن گفتن که این بچه را چه تربیه کردی میدانه گفت این مادرش روس است گفت مادرش روس است گفت. این سوره را از کجا یاد گرفت؟ هر بار که گهواره را میجنبانید گفت چیکار میکرد؟ همین سوره را تلاوت میکرد. یک بار خدا خدا عدد را که زند الهمه خونده است یک بار گهوارنده یک بار درست سوره اخلاص خونده است عد نمیخونه خودش بابتاش نماز خون فرنجین در کلش خدا خواهد انشاءالله بچه فقط دعای بد میکند خلاص. بعد کجا خدا خواهد ابوبکر میشابد کجا بخاری میشابد کجا سینا میشابد. ما عرض میکنیم بچه عیدت شما با وجود میآید. شما اگر پاک باشه حلقی پاک درست باشه خدا خواهد بطارت خواره بطارت من جوان امروز دیشب میتونم بطارت خواره دخترم طهارت کند بچه‌ام طهارت که خدا خواهد شیطانی ملعونی مردود نزدیکیت نمیکند انشاءالله. خدا گفتگی بچه‌ت میگیری گفتگی دخترت میگیری. تو نگفته و الله میگه تو نگفته و خدا خواهد در اینترنت دیدم یک کودک شدگی است ببین تلفن در یک دستی مادرش قرآن در دست یک مادرش وقتی که هرچم تلفن میتیش با پاش میزند قرآن کشاله میکنه. بینید ولی کودک از الحمدلله مهرشار قرآن ما شما میدانیم عقل داریم ولی عقلش نیست حالی چه نمیداند بیچاره شناخته است از قرآن کلامی که بدنشه. کنی بچه ها تا امروز شما انالیز کنه چی بعدی شما خدا خواهد بچه من اینجا بیار گو قرآن بیار زنک انا تلفن یک نو پگدی کنی خدا خواهد نو پگدی میگیره میخواد قرآن گو نو پگد نکلکت خوش میپرته. یک جوان پیش یک داملا رفته از حضرت همین بچه من هیچ گفتی من نمیکنن هرچند میگومش نمیکنن. بعد دست خفه نمیشیم بچه به بسم الله دیگه است دیگه هم یک جام از خستم گفتم چی میگویی خیلی داملا از دادم آگوست میگه بچه شوش میگه که تو بشی بچه هم آخی تو من گومد خرم خارد نباد بسم الله افتاد یا خی این درگه جو بسم الله من خدا نمیشناختم ای شکر که نکشتید شکر که خدا خواهد انشاءالله شکر که من همین همش وابسته چی است با من و شما است عزیزانی من. همین دیوالی اگر خدا خواهد شور زدگی شکتولکه که میریزه دوره شکتولکش که نمیخپه برای خدا خواهد خشلو قدن و دیوالا چکا میکنه اول خدا خواهد از تش هر نموده زدک راست که میگه انسان هم همون خیلی است. انسان هم اگر وکمش خدا خواهد تازه باشد وکمش پاک باشد شما پاک باشد انشاءالله
خدا خواهد بچه های خوب میگیره، بچه های نکه میگیره. تعلیم تی خدا خواهد زناتونه حامله دار شد خدا خواهد از نماز نمونه. من میشنم که حامله دار که شد نماز ترک میکرده است. نبینین با میفتنش که خدا خواهد باید شمازده میشد بچه تنی خیل میشد با خسر و خشتامنش قطعیا نمازه تا هیچ کیو قرداد که فرمان خدا من کرد کافر میشه. تو فرمان خدا چقدر نماز من میکنی؟ نعوذ بالله من الذالک. یا همه دخترها که شوهر که کردن تا یک حامله داشتش نماز نخون میفته که تو طهارت میکنی شمازده میشوی. اگر این شمازده میبود خدا در قرآن بیانش میکرد که کلنا همین وقتی که کردن تا یک دو تا بچه داشتش نماز گنچک نو بستمونه بعد خدا خود گفته میخونه. نه این خیلی نیست اسلامی عزیز. نماز خواند انشاءالله خدا خود گفته که انشاءالله میتید. عبادت کنن نماز من کننده بچه من کننده نماز نیست عزیزی من. یا شوهر کردن من کننده نماز نیست. از کجا گرفتین؟ از کجا یاد گرفتی که خدا از دیدش میبروی؟ از کجا دید که کاری خدا را من کنی؟ چه حق داری؟ همون زنها را دو تا کسلیش من نکند دیگه یگان تاش من نمیکند. یاد نبرار همون کسلیه که خدا خواهد یک سال یک مانده 3 روز تا 10 روز کسل میشه بعد کودک تولد کردن تا 40 روز حامله دار خدا خواهد بچهش خدا خواهد رحمش پاک شده نه نماز نمیخوند روزه نمیگیرند به شما نزدیکی نمیکنند. الا بعد این دیگر یگان مانع خدا خواهد عبادت نیست. آتش کفتگی نیست دیگر. یاد نبرار ولی پرداد خدا خواهد گوش پخترگی اینا با بچه‌ان آتش نیست. یاد نبرار شما عموما عذر نیست. یگان عذر داره. عذر دار باشی هم نماز بخونی. اگر به شرطی عذر داشته باشی پیشات داشته نتونی باد برمده برفته انگیرم نماز ترک نمیکنی جوره. خدا خواهد به همون لباسی ناپاک تن باشد سر به سجده میمونی. شما ما و شما مردگان اوپس که کی میشه میدونه هم جان انجا میآید دیگه آزاد حرکت نمیکنه همون وقت باید گردن ساکت میشه. الا نیست پیری می 80 ساله می 90 ساله می بچه 12 که دور مدی فرمان خدا در بالات فرض قرضه ای. اینا نمازا خونه بچه هایی که دیروز سر کرده نماز قضا تا بود کن. امشب شبا دراز الحمدلله ای ساعتی خدا خواهد از 6 تا 6 ساعت تاریکی است. خدا خواهد گرافیک کن من شما یاتیم گرافیک یک دفتر گیر. خب 12 سالت حساب که خدا خواهد گیم که من 90 سال 12 دور مدی یا 10,000 سال 12 دور مدی ای هوای می خدا خواهد گرافیک میکنی بامداد پیشین عصر شام خفتن یک روزش می نیسی در دفتر که وقت شد خوندی ایکسش میکنی. بک من خدا خواهد یا 12 سال یکمم من بامدادم گردنم ساکت شد پیشینم ساکت شد هم خیلی کرم نماز ادا که نبرو روز قیامت یکم ای چی میپرسه ای نماز میپرسه روز محشر که جان گداز بود اول پرسیش از نماز بود بچم ای نماز میپرسه دیگه چی نه این مال توی ماشینه توی دنیا توی چتا بچه دار نمیگه خدا چتا بچه کردی دنیا نه ششتا قازم بچم جنت میدونه نه بچه تا کو خدا خواهد اگر این بچه تا با تربیت نکاشی این خدا خواهد انشاءالله بلای جانت بشه. یا نبرار اگر بچه ها نماز نخونه دخترات نماز نخونه پیش الله نه جواب میتی.